إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران عزیز، نمازگزاران محترم، مهمانان خانه پروردگار جل و علا، پیش از همه خداوند جل و علا را حمد و سپاس، شکر و ستایش بی حد میگوییم برای همه نعمت‌های زیبا و مفید و با برکتش، و از خداوند جل و علا طلب توفیق می‌نماییم که به همه ما و شما توفیق شکرگزاری نعمت‌هایش را نصیب بگرداند و ما را از بندگان شکرگزارش قرار بدهد. برادران عزیزم، هر یکی شما را با مناسبت این عید بزرگ، این عیدی که سبب رحمت، سبب شفقت، سبب مهربانی و غمخوری به یکدیگر است، همه شما و در سیمای شما خانواده شما را تبریک و تهنیت میگویم. امروز و همه روزتان مبارک و با برکت و منفعتناک و مفید برای خودتان و به اهل و عائله و تمام مسلمانان باشد. سربلند و موفق باشید. برادران عزیزم، چنانه که میدانید امروز ما در دو عید قرار داریم: عید قربان و این روز سید جمعه. دو خرسندی در یک روز جمع آمد. پس برای این خداوند جل و علا را حمد و سپاس و شکر و ستایش زیادی میگیم که خداوند جل و علا هر یکی ما و شما را در بندگی و در شکرگزاری کامیاب و موفق بدارد. عید قربان و قربانی، ببینیم حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است که می‌فرمایند: عن عائشه رضی الله عنها ان النبي صلی الله علیه و سلم قال. از عایشه رضی الله عنها روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: ما عمل آدمی من عمل یوم نهر احب الى الله من احراق الدم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هیچ عمل انسان محبوبتر و دوست داشته‌تر از قربانی و خون ریزانیدن نیست نزد پروردگار جل و علا. یعنی محبوب ترین عمل نزد پروردگار جل و علا این قربانی کردن و خون چاروا را ریزانیدن در راه رضای پروردگار جل و علا. انها لیأتی یوم القیامة بقرونها و اشعارها و اضلالها. و درستی که این قربانی که شما میکنید با شاخهای خود و موهای خود و سمهای خود در روز قیامت میآید و شاهدی میدهد. و این الدم لیقع من الله بمکان قبل ان یقع من الارض. و همون خونی که شما قربانی میکنید، گوسفندی که شما قربانی میکنید، پیش از آنی که خون او در زمین بریزد نزد پروردگار جل و علا قبول میگردد. پیامبر محبوبمون چه زیبا فرمودند: فطیبوا بها نفسا. ای مسلمانان، با قربانی خود را پاک گردانید از گناه. با قربانی خودتان را از گناه و از بدیها پاک گردانید. خداوند جل و علا در قرآن
میفرماید که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منكم. در موضوع قربانی خداوند جل و علا در سوره حج آیت 37 میفرماید که این قربانی که شما میکنید نه گوشتهایش و نه خونهایش به الله جل و علا نمیرسد. به این معنی است که به الله جل و علا هیچ منفعتی ندارد و هیچ چیزی از این خون و پوست و گوشتی به الله جل و علا لازم نیست و نمیرسد. اما سبب قربانی در چی هست؟ برای چی خداوند جل و علا بالای مسلمانانی که دورو هستند این عمل را واجب گردانید؟ ولکن یناله التقوى، بلکه تقوی شما به او میرسد. خداوند جل و علا به سبب قربانی تقوا و پرهیزگاری شما رو میبیند و میسنجد و از شما قبول میفرماید. برادران عزیزم، عید قربان یکی از دو عید اساسی اسلام است که بعد از انجام حج و در روز 10 ذوالحجه تجلیل می شود. این عید به خاطر فداکاری و اطاعت به نمونه حضرت ابراهیم علیه السلام و فرزندش حضرت اسماعیل علیه السلام می باشد که آماده بودند فرمان خدا را به هیچ چون و چرا اجرا کنند. و سیومین حکمت قربانی ابراز کردن شکرانه و یادآوری نعمتها. قربانی و عید قربان به مسلمانان امکانیت می‌دهد که نعمتهای الله را یاد کنند و شکرگزار باشند. پس مسلمان باید بر هر یک نعمتی داده پروردگار جل و علا باید شکرگزار باشد. این روز برای احساس شادی و اتحاد میان مسلمانان است. خداوند جل و علا می‌خواهد به سبب این عید مسلمانان را سرجمع نماید، مسلمانان متفق باشند، برادر باشند، چنانکه که خداوند جل و علا در قرآن می‌فرماید که مسلمانان برادران مسلمانند، نه وابسته از خون او، نه وابسته از ملت او، نه وابسته از سرزمین او، نه وابسته از پوست و رنگش و قومیتش. مسلمان برای مسلمان برادر است. و چهارمین حکمت‌های اجتماعی و اخلاقی قربانی در چی است برادران؟ تأمین نیازمندان. باید ما فراموش نکنیم که همان قربانی که ما میکنیم حصه انسان‌های فقیر، انسان‌های که ناتوانند، دارا نیستند، یتیمان، کم‌بضاعتان و آنانی که رنجش دیدند و در آفت‌های طبیعی مبتلا شدند. باید قربانی به 3 قسم تقسیم شود. یک قسمت گوشت همون قربانی باید تقسیم شود، باید داده شود. پس ما می‌دانیم که برادران ما و شما، هموطنان ما و شما در ناحیه رشت و ناحیه نزدیکی آن وقتی زمین لرزه شد چقدر آسیب‌های زیادی دیدند، بی خانه شدند، خانه ها همه ویران شد. پس باید ما سهم خودمان را بگذاریم. باید ما بگیم ای برادری که در اون منطقه قرار داری، همین رنجشی تو، همین وزنینی که بالای تو آمده است بالای ما هم هست. با روان کردن قربانی، با روان کردن همون کمک ها باید ما نشان بدهیم که همه ما مسلمانان برادریم. پیامبر محبوبمون محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودند مثال مؤمنان به مانند یک جسد است، یک جسم است. اگر یکی از قسمت بدن انسان اگر درد کند، تمامی وجود انسان را چی میگیرد؟ ناخوشی فرا میگیرد. اگر یک دندان انسان درد کند، دیگر جای بدن انسان سالم است اما نمیتواند سالم بودن، نمیتواند خوشحال بودن، بی‌طرف بودن نمیتواند. تمامی وجود انسان بی‌تاب میشود. پس باید مسلمان همین طور باشد. اگر در افریقا یک انسان گرسنه است یا آب نمییابد، آب تازه نمییابد بنوشد، باید مسلمان در آسیا باشد یا اروپا باشد یا در دیگر قسمت‌های دنیا باید بی‌طرف نباشد.
اگر کمک کرده نمیتواند حدی اقل باید دعای نیک کند. پس از قربانی خود ما میدونیم یتیم خانه ها هست، میدونیم کلانسال خانه ها هست، میدونیم انسان های محتاج نیازمند. بهترین صدقه کدام صدقه است برادران عزیز؟ بهترین نیکی کدام نیکی است؟ هم نیکی که با یک انسان نیازمندی میدهی و او یک خیش تباری، یک اقربایی با تو دارد. وقتی قربانی کردی به خواهران، به برادرانت، اونانی که با کم بضاعتن، به همسایت، اینا حقهای زیادتری نسبت به دیگران به ما دارند. در منطقه زندگی میکنیم که در اونجا یتیم خانه است، اونا هم همون به امر تقدیر پدران خود را از دست دادند. پس همه اونها بالای ما و شما حق دارند. باید از نیکی خود، از خوراک خود، از قربانی خود باید حتما به آنها روان کنیم و به آنها بدهیم و با این عملمان ما نشان بدهیم که ما در برابر آنها ایستاده ایم. ما برادر آنهاییم، نه تنها با زبان بلکه باید با عمل باید نشان بدیم. تأمین نیازمندان گوشت به فقیران و محتاجان تقسیم می شود. یک نوعی احسان و خیریه است برادران عزیزم. و تقویت همدردی، قربانی حسی سهمگیری و یاردم با دیگران را بیدار میکند. وقتی نیم کیلو 1 کیلو از قربانیت به یک انسان نیازمند میدهی، با سبب همان محبت همون انسان نسبت به تو بیدار میشود. یک رحمت و یک شفقت بیدار میشود. باید تربیت در روحیه فداکاری را در خود داشته باشه. مسلمان یاد میگیرد که برای رضایت خداوند جل و علا از چیزهای دوست داشته خود باید بگذرد. چنانکه که حضرت ابراهیم علیه السلام از بحر فرزندش گذشت. ما قصه قربانی را میدونیم که از کجا منشأ میگیرد. حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از سالهای دراز فراق با فرزندش، فرزند و جگرگوشه‌اش را میبیند و مییابد. بعد از مدتی در خواب میبیند که خداوند جل و علا او را امر میکند که فرزندش را اسماعیل را در راه خداوند جل و علا ذبح کند. یک روز خواب میبیند، 2 روز خواب میبیند، 3 روز خواب میبیند. پس وحی میآید که تو باید به خاطر خداوند جل و علا و برای الله جل و علا فرزندت را، بهترین نعمتت را، جگرگوشه‌ات را در راه خدا باید قربانی کنی. وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام میاد به فرزندش حضرت اسماعیل میگه که به من چنین امر شد، تو چی میگویی؟ فکر تو چی است؟ میگه ای پدر جانم، هر آن چیزی که خداوند جل و علا فرمود و گفت آن را اجرا کن. وقتی حضرت ابراهیم از جگرگوشه‌اش، از فرزندش میگذرد و در راه خداوند جل و علا میخواد او را چیکار کند؟ قربانی کند، از بحر او بگذرد. همین لحظه خداوند جل و علا با واسطه حضرت جبرائیل امین چاروایی را، گوسفندی را از جنت برای قربانی میاره. میگه تو امتحان را گذشتی. وقتی حضرت ابراهیم کارد رو در گردن حضرت اسماعیل میشکد نمیبرد، برای آنکه این کارد فرمان نگرفته است. وقتی در سنگ میزند سنگ 2 پاره میشود، اما نمیتواند گلوی فرزندش رو بگیرد. در همین حالت میبینی که خداوند جل و علا با او قربانی میارد و با او حضرت جبرئیل مژده میدهد که تو این امتحان وزین رو گذشتی. و از همون سال قربانی برای هر یک مسلمانی دارا، آنان که دارند، آنان که مال دارند، برای آنها واجب گردید. و سنت ها و آداب عید قربان و روز جمعه برادران عزیزم چی است؟ غسل کردن و لباس تازه پوشیدن و برای نماز عید یا نماز جمعه آمدن است. و گفتن تکبیرها از روز عرفات شروع می شود تا 3 روز عید قربان و 4مین روز تا نماز عصر. برادران عزیزم بعضی حالت‌هایی می‌بینیم در عید که نه خداوند جل و علا از آن راضی است نه پیامبرش. این چی است برادران عزیزم؟ این اسراف و زیاده روی است. از اسراف و زیاده روی پیشگیری کنیم. اگر یک خورش، یک نان اگر اسراف شود، اگر پرتافته شود،
چقدر به برکتی ها میارد در سرخانی همان خانواده، در عمر و در اهل و عائله این خانواده چقدر به برکتی ها میارد. باید درست است که برادران، مخصوصا ملت تاجیک، مردم تاجیک مردم مهمان دوست است. میخواهد تمام داشته هایش رو، بهترین چیزهای داشتهش رو پیش مهمانش پیشکش کند. میخواهد که مهمانش از او راضی باشد. اما باید احتیاط نمود که در این جاده هیچ اسرافی نشود. ما در قرآن وقتی مطالعه میکنیم، خداوند جل و علا در یک حالت و یک قسم انسانها را برادران شیطان میخواند. ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. و درستی که آنانی که تبذیر میکنند، آنانی که اسراف میکنند، آنانی که زیاده روی میکنند، چنان گناهش زیاد است که آنها را، اسرافکاران را، برادران شیطان گفته است. و کان الشیطان لربه کفورا. و درستی که شیطان نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس و ناشکر است. باید مسلمان ناسپاس و ناشکر نباشد. نباید مسلمان اسرافکار باشد. همون خورش هایی که میکنیم، خورش هایی که در عیدها میمونیم، مخصوصا طفلکان رو، کودکان رو احتیاط کنیم که از آن نخورند. در این فصل گرما چقدر میبینیم همه در خرسندی است، روز عید است، اما کودکان با پدر و مادرانشان در تشویشند، در بیمارخانه‌اند. پس فرزندان را، جگرگوشه هایمان را باید احتیاط کنیم که به هر خوراک دست نزنند که سبب بیماریشان نگردد. و در این روز عید کودکان را نظارت کنیم، بی نظارت نگذاریم. خداوند رحم کنه. بعضیا چنان بی نظارت هم که کودک عید کنان میرود تو محله دیگر، بعضی حالتها گم میشود کودک. همه کار رو میمونند، عید رو میمونند، کودک میکوبند. باید کودکان بی نظارت نباشند برادران. چنانه که گفتم در ملت ما مهمان دوستی این یک فرهنگ قدیمه بود. مردم خودمون هیچ چیزی نداشته باشد، میبینیم که کوشش میکند که از یک جو برای مهمانش بیاد. مهمان در ما میگن عطای خداوند جل و علا هست. وقتی ما به دولت‌های دیگر رفتیم، مخصوصا دولت‌های عربی و یکی از دولت‌های همسایه، وقتی در روز عید میروی، چنین دسترخوان‌های پر از نعمت و پر از ناز و نعمت و پر از خورش‌های زیاد و پر از نعمت‌های فراوان نیست. وقتی اگر یک کسی بیاید در روز عید به خانه‌شان، به عیادتشان، پیشش یک چای میارند و چند شیرینیه. این دسترخوان کنی ها، این مهمانداری ها، چنانه که گفتم در فرهنگ ما هست. اما باید کوشش کنیم که این نیت نیکی که داریم، این اخلاصی که داریم، این میخواهیم که مهمانمون از ما راضی باشد، میخواهیم که مهمانمون را مهمانداری خوب کنیم، در برابر آن باید نگاه کنیم که اسرافکاری دست ندیم. اسراف در مال و در جان و در فرزندان انسان به برکتی میارد. برادران عزیزم، از خداوند جل و علا دعا می نمایم که به همه ما و شما همون اجر و برکت و حسنات روز عرفات را نصیب گرداند. خداوند جل و علا به هر یک ما و شما سعادتمندی، تنصیحتی و عمر دراز مبارک با برکت نصیب بگرداند. و در این روز خرسندی و در این روز عید خداوند جل و علا گذشتگان هر یکی ما و شما را، روحایشان را شاد بدارد، قبرهایشان را با نور قرآن منور بگرداند. برادران عزیزم، وقتی مسلمان یک نیت نیک میکند، وقتی توان ندارد اما میگه پروردگارا من امسال و در این عید نتوانستم قربانی کنم در راه تو، اگر میتوانستم، اگر مال داشتم، پروردگارا بهترین شتر رو در راه تو قربانی میکردم، در راه تو فدا میکردم، قربانی میکردم. خداوند جل و علا همون اجر و پاداش همون شتر رو برای او نصیب میگرداند. نیت نیک همه وقت خوب است. در عمل احتمال ریا هست، اما در نیت احتمال ریا نیست. برای عالمان میگن که نیت نیک بهتر است، بالاتر است. عن ابن عباس رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه و سلم قال، از عبدالله ابن عباس خداوند از هر دوی آنها راضی باشد روایت میکند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند:
اربع من اعطاهن فقد اعطى خیر الدنیا والآخره. و هر کسی که چهار نعمت دنیا داده شود در حقیقت تمام نعمت و سعادت دنیا و آخرت به او داده شده است. هر کسی که این چهار نعمت را دارد سعادتمند دنیا و آخرت است. اربع من اعطاهن فقد اعطى خیر الدنیا والآخره قلبا شاکرا. قلبی سپاسگزار داشته باشد پیش از همه. خداوند جل و علا را همه وقت برای همه نعمت‌های شکرگزار باشد. پدر و مادرش را شکرگزار باشد. همسر و فرزندانش را شکرگزار باشد. همسایه نیک، همسایه خوبش را از خداوند جل و علا سپاس گوید که پروردگار تو را شکر که به من همسایه نیک دادی. پروردگار تو را شکر که مرا در سرزمینی به دنیا آوردی، وطنی آباد و آزاد و وطنی زیبایی نصیب کردی. پروردگار تو را شکر که به من ایمان و قرآن دادی. پروردگار تو را شکر که مرا هدایت کردی. و با زبان و قلبش و عملش باید تمام نعمت‌های پروردگار را شکر کند. و لسانا ذاکرا، و زبانی ذکر گوینده داشته باشد. همیشه زبان مسلمان باید با ذکر و طاعت پروردگار جل و علا تر باشد. و از غیبت و بیهودگویی ها و بدگویی ها و فتنه ها باید زبان مسلمان باید گویانه باشد. همیشه زبان مسلمان باید در نیکی و خیر مسلمانان باید گوید. و بدلا علی البلاء صابرا، و این نعمتی به هر کسی داده شود تمام خیر و دنیا و آخرت به او داده شده است. این چی است؟ در هر یک بلا و مصیبت و وزنینی صبر و صبور بودن، صبر پیشه کردن. و زوجة لا تبغي حوبا في نفسها و مالها، و چهارم نعمتی به هر کسی داده شود تمام خیر و برکت دنیا و آخرت به او داده شده است. این چی است برادران عزیزم؟ همسری که امانت دار باشد، در مال و ناموسش خیانت نکند. پس هر کسی که این چهار نعمت را دارد آن را با شکرگزاری بر دوام با خود نگاه بدارد. از خداوند جل و علا طلب و دعا می‌نمایم که به هر یکی ما و شما و خانواده و من شما این چهار نعمت را همیشگی نصیب گرداند. امروز عید و تمام روزهایمان را مبارک و برکت گرداند. گذشتگان هر یکی ما و شما و تمام مسلمانان را پروردگار و روحایشان را در این روز خرسندی روحایشان را شاد بدار. پروردگار و همه ما توفیق بندگی نصیب بگردان. زندگی با بندگی و عمری دراز مبارک با برکت نصیب بگردان. پروردگار ما را در خدمت دینت، خدمت مسلمانان، خدمت وطن کامیاب و موفق و استوار نگاه بدار. پروردگار عاقبت آخرت همه ما را نیک کن. پروردگار در آن سرزمین هایی که ظلم و ستم و خونریزی ها از پروردگار ظالمان را برای یکدیگر گرفتار بگردان و پروردگار مظلومین را نصرت و عزت بده. پروردگار مسلمانان را متحد و سرجم و پروردگار برادروار و یکدیگر غمخوار یکدیگر بگردان، متحد بگردان. پروردگار عاقبت آخرت همه ما را نیک کن و ما را در لحظه های بگیر که از ما راضی باشه و در زبان ما کلمه شهادت باشد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين.